در وقت تغییر فصل ها کدام اقدامات صحی برای حفظ سلامتی ما ضروری هست؟ دقیقاً موضوع است که امروز میخوایم روی از او صحبت داشته باشیم و خوشحال میشم که ویدیوی مرا تا آخر بیننده باشین و برای حمایت از من چینل مرا سابسکرایب و ویدیوهای مرا لایک کنین. پس شما را زیاد انتظار نمیمانیم، بریم سراغ داشته های این ویدیوی ما. خب اولین اقدامی که به خاطر حفظ سلامتی ما در وقت تغییر فصل ها ضروری می باشد تقویت سیستم ایمنی بدن می باشد. تقویت سیستم ایمنی بدن با استفاده از مکمل های ویتامین مثل ویتامین C و ویتامین D و زینک می باشد که در وقت تغییر فصل ها برای حفظ سلامتی ما چی است؟ ضروری هست. دومین مورد رژیم غذایی متعادل و منظم می باشد. استفاده از سبزیجات، میوه‌جات و غلات میتونه در حفظ سلامتی ما در وقت تغییر فصل ها چی کنه؟ کمک کنه. سومین موردی که برای حفظ سلامتی ما در وقت تغییر فصل مهم هست نوشیدن آب کافی هست یا هیدرات نگه داشتن بدن می باشه. هیدرات نگه داشتن بدن در وقت تغییر فصل ها خیلی ضروری است و با مقابله با آن چی میکنه؟ کمک میکنه. و همچنان پوشیدن لباس های مناسب. در هر فصل لباس مناسبش خیلی ضروری هست و همچنان رعایت کردن بهداشت فردی، یعنی با افرادی که مریض هست تماس نداشته باشیم، دستای خود مکررن بشوریم. اینها اقدامات هست که برای حفظ سلامتی در وقت تغییر فصل چی است؟ ضروری می باشد. و همچنان مورد مهمی دیگه که میخوایم خدمت شما به عرض برسانم ورزش کردن هست. خب درست است که در وقت پاییز یا وقتی هوا سرد میشه ورزش کردن فعالیت بدنی آدم کم میشه، ولی ضروری هست و ورزش منظم هم مقابله با آنتان و ویروس ها چی میکنه؟ بدن ما را تقویت میکنه. و همچنین مورد آخری که میخوایم خدمت شما به عرض برسانم استراحت کردن یا داشتن خواب منظم و کافی هست. داشتن خواب منظم و کافی سبب میشه که بدن با آنتانات و امراض بهتر مقابله کنه. امیدوار هستم که از داشته های این ویدیوی ما چیزی آموخته باشین و لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپارم. شاد و موفق و کامگار باشین.